3 روز پیش یک سخنرانی یک روانشناس تماشا کردم. میگه که 4 نمودی مناسبت با کودک‌ها است، یا که 4 سبک مناسبت با کودک‌ها است. یکم میگه پدر و مادرهایی که سختگیری میکنن، یعنی میگه گپ من گپ است در خانواده. مثلا پدر میگه که من هر چیزی که میگم تو اون اجرا میکنی برای کودکاش. مثلا اگر پدرش گوید که تو امروز باید لباس سفید پوشی، به چونو چرا به سوال باید پوشد. این یک نمودی مناسبت با کودکا. دوم نمود میگه خانواده به قول خودش مقتدی، یعنی این گونه خانواده‌ای هستن که با کودکاشون حق انتخاب میتین. حق انتخاب در دایره کیم کدام چارچوبه. مثلا خودش نقل میکنه، میگه اگر این خانواده همراه کودکاشون مغازه روند برای خرید یا برای نمیدونم برای هر چی که هست، میگه که از یک سمت میگه من کالاها را بارهای انتخاب میکنم، بعداً اجازه میتونم که انتخاب کنن. مثلا از این سمت مغازه هر چیزی که دلت میخواهد گیر، از این طرف نه. یعنی اینها هم سختگیری میکنن، اما در یک چارچوبه. مثلا حق انتخاب میکنن، یا میگن که مثلا 4 لباس میبرن، سرخ، سفید، مثلا سبز یا سیاه، از این 4 رنگ یکیش انتخاب کن. 10 لباس نمیبرن برای انتخاب. فهمم. و هر گپی که میزنن بچه هاشون به اثبات میکنن. مثلا میگن که تو فلان لباس پوش برای آن که فلان فلان فلان، یعنی ثابت میکنن، شرح میدن که چرا این کارو نکنن. سیوم نمودی خانواده میگه اونهایی که آسانگیرن، مثلا فرزندهاشون ساعت 10 شب خانه میبیان، برای اونها هیچ مشکلی نه، یعنی جزا نمیتین، نمیپرسن که چرا دیر آمدی، کجا بودی، با کی بودی. این گونه مناسبت نمیکنن. اینها خودشون روشن فکر میگن، اینها خودشون انسان‌های رشد کرده میگن، اینها خودشون پدر و مادرهای به قول خودشون سورمنی معاصر، یعنی میگن ما باید این گونه آزادی‌های تیم برای بچه‌ها. 10 شب میباید خیلی باکی نیست. من باور میکنم برای فرزندام که 10 شب اگه نامعقولی نمیکنن، یعنی نمیپرسن که چرا دیر آمدی. این یک نمودی مناسبت سیوم یا گروه سیوم که من نمبر کردم. و 4م گروه خانواده میگه این روانشناس پدر و مادرهایی که کاملا بی‌توجه. فرض کردیم ساعت 10 شب میبیاد فرزندهاش، ساعت 11 شب میبیاد، برای اینها اصلا مهم نه. خودی همین روانشناس قصه میکنه، میگه در بعضی از خانواده ها 8 تا فرزند هست، 6 نفر خوراک شام میخورن، پدر و مادر نمیپرسد که 2 نفری باقی مونده کجا شد. برای اینها اصلا مهم نه که فرزندهاشون در کجا و چی کار مشغول. همین 4 نمودی مناسبتی که من اینجا نقل کردم، قصه کردم، یا 4 سبک تربیت فرزنده که این روانشناس گفت و من اینجا نقل کردم، کدامش به دل شما نزدیکتر و با کدامش موافقتر شما؟ میخوام صحبت از اینجا شروع کنیم، بعداً باز خب صحبت ها ما باز شاید رنگین تر شود. تلاش میکنیم درباره هر 4ش هم صحبت کرد توانیم. خب درباره آنکه کدامش برای من معقول، من میبیم و از گپ سری این است که وقتی که من نمیخواهم مردم بگویم که دوستای عزیز اینش درست است این خیل کنیم. این هر 4ش هم شاید هر 4ش هم درست است یا شاید یگانش درست نیست. این وابسته از آن است که ما چی میخواهیم، ما صاحبان فرزندا چی میخواهیم، کی تربیه کردن میخواهیم، انیخترش چی خیل آدم به وای رسانیدن میخواهیم. فرض کردیم ما میخواهیم فرزند ما بچه با عقل، بچه با هوش، بچه باشد که خودش میشناسد، حقوقاش میداند، آزاد فکر، لیدر. اگر ما لیدر تربیه کردن میخواهیم، پس این یکی از اینها است که لیدر تربیه میکند. مثلا گروه یکم آدمایی که
گروه یکم، مثلا بچه‌شون میگن نه قب نه راست نه جم جیم نرد یه مور وای این نفرایی که همیشه مناسبت میکنن با فرزنداشون اونجا لیدر تولد نمیشه، لیدر به وایه نمیرسه. خطا گفتم، لیدر میتونه در هر خانواده تولد شود اما از هر خانواده لیدر به وایه نمیرسد. و کی از خانواده ما به وایه میرسد این وابسته از آن که ما کدام از این گروه ها داخل میشویم.